بازم برگشتیم دوستای عزیز. واقعا حادثه پانتون کابل حادثه خیلی دردناک بود و ما زیاد از جوانان خود اونجا حدث داریم، جوانانی که واقعا آینده کشور ما به دستشان بود. امروز هم یکی از بانوانی که در همونجا، یکی از محصلینی که در همونجا حضور داشت و این حادثه دیده به چشمای خود واقعا وقتی از حادثه گپ میزنیم هیجان همه چیز فراموش میشه و اون حادثه بود که هیچ کس نمیتونه او را فراموش بکنه و اقرب تاریخ کتاب نوشته کردن خانم سمیه حفیظی با ما هستند و بیشتر بر ما خواهد گفتن که کتاب در مدت چقدر نوشته کردن و این حادثه چطور شد که فراموش همگی نشه و این حادثه چه قسم رخ داد، اونجا کیها بود و دست کیها بود تا به حال محصلین چقدر توانستن پس به حالت عادی خود برگردن. سلام بر شما، صبحتان بخیر و خیلی خوش آمدید. بسیار تشکر. سلام خدمت شما و صبح همه بینندگان تلویزیون مشانجرگه بخیر. سلامت زنده باشید. سلامت باشید. عقرب تاریک ماه عقرب بود دیگه. بله، 12 عقرب. خیلی تاریک هم بود. بی‌حد. متاسفانه یک حادثه المناک که هرگز ذهن هیچ کس نمیتواند فراموش کند. نه تنها کسانی که حضور در حادثه داشتن یا امروز روز در پانتون بودن، حتی کسانی که در دورترین نقاط قرار داشتن متاسفانه این حادثه را فراموش نمیکنند. افغانستان در طول تاریخ شاهد حادثات مختلف بوده و ممکن بوده دردناکتر از این بوده باشه، اما این حادثه بود که مردم بیگناه، گرچه مردم در کل در افغانستان بیگناه به قتل میرسند، اما به شکل مظلومانه که یک کس راهی درس باشه، مصروف درس خواندن داخل سمی باشه، دفعتا صدای شلیک بیاید و بالاخره به چنین شکل که هیچ توقعش ندارن متاسفانه از بین بره. کمی در رابطه با عقرب تاریک کتاب صحبت بکنیم. چی را در این کتاب گنجانیدیم و دوستان معلومات؟ محتویات کتاب عقرب تاریک در مورد بیوگرافی شهدا، در مورد وضعیت فامیل های شهدا که به شکل داستان نوشته شده است، در رابطه به حالت روحی مجروحین و کسانی که شاهد بودند در حادثه درد شده است. روی 85 صفحه نوشته شده است. ویرایشش توسط احمد شعیب صدیقی صورت گرفته و 1000 جلد چاپ شده که خوشبختانه 2 روز قبل ما تونستیم رونمایی کتاب عقرب تاریک را در تالار مطبوعاتی اطلاعات فرهنگ برگزار کنیم. ویدیویش ما داریم. از هارون جان خواهش میکنیم که ویدیوی رونمایی کتاب هم نشر بکنه. سوال دارین؟ سوال خب بیشتر هست، سوالات زیاد هست که بپرسیم، اما اگر ویدیویی را خودت که آماده کردیم ویدیو در ما صحبت میکنیم انشالله که ویدیو هم نشر میشه. اگر برای ما بانو حفیظی بگویی که چند بار گریه کردی به خاطر اینکه کتاب نوشتی؟ گریه ها حساب نمیشه به دلیل اینکه از روز که خیلی دردناک هستن تمام خاطرات، به خاطر از روز که شروع به نوشتن این کتاب شد گریه داشت و از زمان که مراسم فاتحه در پانتون کابل گرفته شده بود تا زمان که کتاب بسته شد تا روز افتتاحیه، به دلیل اینکه اینقدر دردها زیاد بود که اگر من چشم بسته می‌کردم تمام خاطرات بعد که مثلا ما داشتم پیشوی چشم ما میومد. یک چیزی که بسیار بر ما آزاردهنده بود گریان هر پدر و مادر بود. بسیاری بر ما درد داشت. یا مثلا فقر اقتصادی. ما فامیلایی را داشتیم که در یک خانه 2 اتاقه به تعداد 8-9 نفر زندگی میکردن. اتاقا سرد بود، توان اقتصادی نداشتن. یا مثلا فامیلایی بودن که حتی 10 افغانی به خاطر گرفتن جسد فرزندشان تا شفاخانه آمدن نمیتونستن. این وضعیت هایی است که جگرخون میکنه. ما آرزو میکنم من کاش توان میداشتم، ای کاش از دست من کار ساختم تا من بتونم کمک بکنم. نوشتن این کتاب من میفهم کار خیلی بزرگ نیست در مقابلشان، اما به عنوان یک جوان، به عنوان یک محصل، همین که حداقل اسمشان ثبت تاریخ شده به من جای افتخار است. من میفهمم کار اول است اما آخر هیچ وقت نمی باشه، به خاطر از اینکه ما کسان که مثل من محصل بودن، ما کسان چون من میفهمم به عنوان یک محصل درک میکنم که چه مشکلات را سپری میکردن و به چه مشکلات 3 سال را سپری کردن یا گذشتاندن، اما متاسفانه زمان که به سال 4 میرسه با چنین اتفاق روبرو میشن، چنین حادثه رخ میده که متواتر می 3 سال فراموش میکنن و به عنوان یک خاطری بد در ذهنشان حک میشه. دقیقاً. از این حادثه چی مدت گذشته بود که شما به فکر ازی شدین که کتاب را شما
شما چاپ بکنین و به عنوان نام از اونا؟ یک هفته بعد از حادثه زمان بود روز شنبه که یک حادثه متاسفانه رخ داد که ما خبرنگار خوب ما را یما جان سیاوش از دست دادیم. از دست دادن ازوا با وجودی که روحی خوب نداشتم بدتر و بدتر ساخت و امی که من داخل صنف شدم اولین چیز که بر من گفت یما سیاوش شهید شده. اولین کلمه که من گفتم که این شایعه است و قدر مهم نیست چون مردم افغانستان گفتم زیاد شایعه میگه. وقتی رفته من تصاویر دیدم به این باورمند شدم. مثلا دوم نتونستم دستم بیشنم مثلا بیرون شدم چون فضای پانتون کابل خیلی بزرگ و آرام است. در یک گوشه از پانتون رفته بسیار گریه کردم چون بر من هیچ راه حل دیگه نمانده بود. بغض که گلویم داشت من نمیتونستم او را به گپ زدن خالی بکنم. بعد از او تصمیم گرفتم که در مورد شهدای پانتون کابل چون قتل ازی بود من کتاب بنویسم که کتاب از رفتن به اداره و پلیسیامه، گرفتن لیست، بعد از او رفتن به خانواده شهدا، منتظر خوب بودن حالت مجروحین چون خوب نبودن و ای که حالت کسانی که شاهد اونجا بودن کم بهتر شد و حالت روحی خوب داشته باشن و آماده صحبت شدن. بالاخره خوشبختانه در مدت یک ماه جمع آوری شد و یک ماه دیگه در قسمت چاپ و ویرایش باقی موضوعات در بر گرفت. خاطره که خیلی خودت هم گریه کردی برش و فامیلشان یا هم دوستایشان هم خیلی گریه کرد و خیلی دردآور بود. چی بود؟ هر کسی که فرزند خود در راه از دست دادن در راه به دست آوردن علم و دانش از دست بدن این سخت است، اما داستان هر کدامشان درد جداگانه خود داشت. مثلا یکی نانآور فامیل از دست داده بود، یکی یگانه فرزند خود را از دست داده بود، یکی یگانه دختر خود را از دست داده بود. این تمام موضوعات یک جا میشد، یک درد خیلی بزرگ را میساخت. من فکر میکنم داستان همه درد داره، اما گیری مادر رقیه هیچ وقت فراموش نمیشه. با وجودی که من تقریبا 1.5 ماه یا 2 ماه پیش به خانه از رفته بودم، اما تا هنوز صدای او را به گوش دارم. با صداهای گیریش حتی اتاق به لرزه می آمد. دخترش 5 مرمی خورده بود و زمان که کاملا از صنف فرار کرده بود در دورتر از صنف از طرف مهاجما مورد حمله قرار می گیره. این برشان خیلی سخت تمام شده بود. به خاطر از اینکه نجات پیدا کرده بود، کسایی که داخل صنف بودن امو لحظه بودن زیاد ترس احساس نکردن، اما یک نفر قدر درد سر خود میگیره. و یک دختر خانم از منزل دوز خود پرتاب میکنه، به فرار آماده میشه، اما متاسفانه خوب به فرار برابر میشه، از طرف مهاجما مورد حمله قرار میگیرن. این من فکر میکنم خیلی سخت است. یکی از دختر خانمایی بودن که چند روز بعدش برادرشان را با یما سیاوش از دست دادن. خودشان هم در اینجا حمله شهید شده بودن. من گفتم مردم افغانستان دوست دارن شایعه بسازن. او را به نام برادر سارا جان گفته بودن، اما خوشبختانه برادر از او نبودن. نخیر نی. تحقیق که من کردم و با خانواده های شهدایی که من دیدم برادر هیچ کدامشان نبود. خوب. خیر، به خاطر از این چون در یک هفته 2 تا غم بالا یک فامیل خیلی سخت است. دقیقاً، واقعا مشکلات زیاد هست. میشه بگوین که وقتی که شما به خانواده ها مراجعه میکردین با کدام مشکلات روبرو شدین و خانواده ها حاضر میشدن که بیاین همون داستان یا سرگذشت خود قصه بکنن به شما؟ یک مدت را در بر گرفت تا خوب درد میشه، به خاطر از اینکه من توقع از این ندارم ده هفته اول که یک کس فرزند خود از دست بده حتما به امرای من گپ بزنه. اما مشکلات گذشته از فامیلای شهدا خیلی از مشکلات دیگه بود. مثلا ریاست پانتون کابل بود که متاسفانه همکاری نکردن و من دوستم ندارم دیگه در مورد از روز یاد کنم یا در مورد این که همکاری نکردن. مشکلات راه بود چون من همراه نداشتم. من کوچهای زیاد را پیاده طی می‌کردم تا به جای می‌رسیدم، چون خب زیاد بلد نمی باشیم و بخصوص یا کسایی بودن که بسیار در کوچه ها و پس کوچه ها بودن. فقط مشکلات راه بود که من با مشکل روبرو می‌شدم. دیگه مشکل خاص سر راه من ایجاد شد همچین چیزی نبود. واقعا خوشحال هستیم که مثل شما جوانا را داریم که کار میکنن، تلاش میکنن تا بتونن یک دستاورد بر کشور داشته باشن. و این تصاویری را که خود چاپ کردی، مصرف کردی، مصرف از این کسی برات کمک کرد یا کلش از پول شخصی خودت بود؟ متاسفانه در این زمینه کسی همکاری نکرد. من از 3-4 نفر که کمک خواستم، با وجود که هفته ها مرا منتظر ماندن و 2 هفته متواتر کتاب من در مطبعه مانده بود، اما همچنین همکاری را با من نکردن.
اما من خوشحال هستم از اینکه سرپای خود استاد هستم، به دلیل این که من این کتاب بر من یاد داد من باید بی توقع از همه کسانی باشم که در اطراف ما وجود دارن، چون وقت مشکل می باشه هیچ کس کنار کس نمی باشد. من در یکی از بانک های شخصی رفته پول قرض گرفتم، با وجود که میفهمیدم مفادی که بر از داده میشه ما سود میگیم، اما یک دستاورد که است، یک چیزی که در راه درست مصرف میشه، چون بر من راه حل دیگه نمونده بود. به اون خاطر من مطمئن هستم خداوند با تمام بزرگی خود همچین چیز را میبخشه. دقیقاً. این چیزی گفته نمیتونم به خاطر ازی خیلی دردآور است. با امید ازی که دیگه ما جوانای ما را از دست ندیم، با امید ازی که ما امیدهایی که جوانای ما در دلشان دارن، ما باور دارم جوانایی که ما اینجا دیدیم هر کدامشان آرزوهایی داشتن به خاطر آینده، به فکر ازی بودن که در آینده وزیر میشن، وکیل میشن و یکی از اشخاصی میباشن که به یک کشور خدمت میکنن. اما با کدام نام؟ با کدام نام؟ چرا؟ تا هنوز جوابی چرا را خانواده هایشان نگرفتن. بسیار سپاس که آمدید، دعوت ما را قبول کردید. زنده باشین. تشکر دوستای عزیز، ما هم سپاسگزار هستیم که ما را همراهی کردیم. در ادامه برنامه بازم با ما باشیم. بسته تصویر همکاران ما آماده کرده، با هم یک جا می‌بینیم. ارگ هرات مشهور به قلعه اختیارالدین، بنای تاریخی در شهر هرات به جا مانده از روزگار اسکندر مقدونی سال 1330 پیش از میلاد. اسکندر پس از تصرف شهر آرتاکوانا مرکز ساتراپی آن را ویران کرد. سپس وی یا بازماندگانش در نزدیکی آرتاکوانا شهر جدیدی بنا کرد و نامش را اسکندریه آریانا نهادند و در آنجا این دشت را برای نظامیان خود ساخت که بقای آن هنوز باقی است. هدف از ساختن این دشت حفظ نظامیان از شورش احتمالی مردم شهر در برابر سلطه مقدونی ها بود. این بنای عظیم همکنون در وسط شهر هرات موجود است و در اواخر دوره محمد ظاهرشاه و دوران سردار داوود خان بودجه برای بازسازی آن اختصاص دادند که در پایان دوره داوود خان دوباره احیا و بازسازی شد. برج و باروهای بزرگ این قلعه از دوردست ها قابل دیدن است. دشت اختیارالدین نخستین دشت استوار منطقه هرات در افغانستان است که اهالی آن با راهنمایی‌های شمشیر دختر فریدون به منظور رهایی است و با چیرگی دشمن آباد کرد. در سده 4 پیش از میلاد در پی تهاجم اسکندریه مقدونی ویران، ولی پس از آن به فرمان خود او از نو آباد شد. این دشت دوباره در اثر هجوم چنگیز ویران، ولی بعداً در عصر فخرالدین توسط وزیرش اختیارالدین آباد شد و به نام وی نامیده شد و در سال 810 دوره شاهرخ فرزند تیمور لنگ که پایتخت خراسان را از سمرقند به هرات انتقال داد، علاوه بر ترمیم و ویرانی‌های گذشته به استوارسازی و آرستن این دشت نیز پرداخته است. این بنا در قرن هفتم توسط اختیارالدین مرمت شد و پس از خرابی‌های زمان مغولان مجدداً توسط ملک فخرالدین تعمیر شد. قلعه اختیارالدین به دلیل مرکزیت حکومتی و نظامی همیشه مورد تخریب و صدمات نیروهای مهاجم بود و پس از حمله 783 هجری قمری و تصرف شهر هرات توسط وی صدمات بر آن وارد شد و تا زمان حکومت شاهرخ در هرات به همان شکل باقی ماند و در سال 808 هجری قمری توسط شاهرخ پسر تیمور مجدداً مرمت شد. این قلعه در زمان داوود خان توسط یونسکو شروع به مرمت آن گردید که متاسفانه به دلیل رویکار آمدن رژیم کمونیستی نیمه کار ماند. قلعه در قسمت شمالی شهر در بین محل و محله برادرانی ها بر روی پشته بلند واقع شده. قلعه اختیارالدین حدوداً 5000 متر مربع مساحت دارد و بلندترین نقطه آن 20 متر می باشد و در حال حاضر دارای 13 برج می باشد و این بنا از خشت خام ساخته شده. قلعه اختیارالدین در سالهای اخیر به عنوان محل موزیم شهر هرات استفاده می شد و به تازگی با تخلیه قلعه اختیارالدین از تجهیزات نظامی و تبدیل آن به موزیم اقدام شده است.